با بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان سلام. من رابط پروفسور باز با شما در برنامه تلویزیونی با هم میابیم. امروز نیز به برنامه ما دو نورسی فعال فردوس یارخانو خواننده صنف ششم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 25 ناحیه سینای شهر دوشنبه و زلیخا خدایقلووا خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 72 ناحیه فردوسی شهر دوشنبه. فردوس بیشتر به فنهای گئوگرافیا، صنعت تصویری و متماتیک شوق دارد. از نمودهای ورزش والیبال را میپسندد. در آینده میخواهد مهندس و اختراعکار شود. زلیخا باشد فنهای گومانیتری و اینچنین زئولوژی و گئوگرافیا را دوست می‌دارد. او نیز نمود ورزش والیبال را میپسندد. در آینده میخواهد دکتر شود. با تلویزیون بهارستان و به برنامه ما خوش آمدید. رحمت. شما باری هم برنامه با هم یابیم را تماشا کرده اید؟ بله. در کجا؟ البته که در تلویزیونی بهارستان. فکر میکنم که شما علاقه به شرطهای این برنامه شناس هستید. بله. یعنی چگونه صورت میگیرد؟ در شرط دوم باشد دلیل‌های درست یا نادرست داده می شود. در شرط سوم باشد برای ما سپارش داده می شود. خب فکر میکنم که شما علاقه آگاه هستید. پس برنامه امروزه رو آغاز میکنیم. بله. خوب با دقت باشید. سوال اول رو برای شرط اول برنامه با هم میابیم پیشنهاد میکنم. کدام فن عالم رستنی ها رو میآموزد؟ واریانت ا گئوگرافیا، واریانت ب بیولوژیا، واریانت و بوتانیکا و نهایت واریانت گ استرونومیا. خوب با هم مشورت میکنیم. خوب واریانت ما بوتانیکا می باشد. یعنی واریانت و. بله. پس بیولوژیا چی رو میآموزد؟ بوتانیکا یکی از شاخه بیولوژی می باشد که مخصوصا رستنی ها را می آموزد. یعنی در این باره شما علاقه معلومات دارید؟ بله. خوب خلاصه شما؟ واریانت و بوتانیکا. یعنی بوتانیکا. خوب اگر چنین باشد با چند خال بهاگذاری میکنید این پاسخ خود را؟ با 10 خال. شما میتوانید از رقم 1 تا رقم 10 یکی را انتخاب نمایید. با 10 خال. خوب با دقت باشید. من پاسخ این سوال را میخونم. علمی که فعالیت حیاتی، ساخت بیرونی و درونی رستنی ها را می‌آموزد بوتانیکا می باشد. بوتانیکا کلمه یونانی بوده معنای سبزه، علف و رستنی را دارد. اولین معلومات عاید به رستنی ها از نوشتجات خط مصر قدیم پیدا شدند. بوتانیکا همچون علم در اثرهای فیلسوف یونان قدیم ارسطو نیز ذکر شده است. آفرین به شما، پاسخ شما کاملا درست است. خوب اگر آماده باشید میگذاریم به سوال دوم. آماده؟ بله. زمین از ماه چند مراتبه کلان است؟ واریانت ا 5 مراتبه، واریانت ب 8 مراتبه، واریانت و 6 مراتبه و نهایت واریانت گ 4 مراتبه. با هم مشورت میکنیم. ما به خلاصه آمدیم که پاسخ ما جوابش 4 مراتبه کلان است. یعنی به اندیشه شما سیاره زمین از ما 4 مراتبه کلانتر است. نخود آنقدر خرد باشد ماهتاب. شما چی میگوید زلیخا؟ جوابش را عوض میکنه. نه، من هم به فکر عقیده فردوس راضیم. یعنی 4 مراتبه. این را با باوری میگویید یا تخمین کردید؟ تخمین کرده. یعنی تا حال در یگان جا وو نخورده اید؟ نه.
فکر میکنم که از اینجا رفته حتما وابسته به این شما معلومات ها رو کفت و کوب میکنید. بله. پس اگر چنین باشد من دیگر وقت رو کشول نمیدهم. با چند خل واگذاری میکنید؟ با 5 خل واگذار میکنیم. یعنی از سببی که اونقدر باوری ندارید. بله. یعنی واریانت گ رو قبول نماییم. بله. خوب با دقت باشید، من پاسخ این سوال رو میخونم. سیاره زمین از ماه 4 مراتبه کلانتر است. ماه یگانه همردیف طبیعی زمین است که بر اثر تابش نور خورشید می درخشد و در هر 29 از 5 شبانه روز یک بار به گرد زمین می گردد. ماه پس از آفتاب دومین جرم با نور آسمانی است که در زمین می تابد و یکی از همردیف های کلانترین سیستم آفتابی به حساب می رود. مسافه میانه بین مرکزهای زمین و ماه 384,467 کیلومتر می باشد. آفرین بر شما، پاسخ شما درست است. حالا شما با 2 سوال اولی برنامه ما پاسخ درست گردانیدید. من به شما احسان و آفرین میگویم اگر چنین زیرک باشید. باور دارم که خلهای خوب به دست میارید. حالا شما صاحب 15 خل می باشید. آماده اید که به سوال سوم گذاریم؟ بله. پس با دقت باشید. رشته رو از چی استحصال میکنند؟ واریانت ا از پخته و پشم حیوانات، واریانت ب از پوستلاخ درختان، واریانت ب از پایه رستنی ها و نهایت واریانت گ از پرنده ها. خوب، با هم مشورت میکنیم. رابط پروفسور، ما به خلاصه اومدیم که واریانت ا رو انتخاب کنیم، یعنی پخته و پشم حیوانات. یعنی به اندیشه شما رشته رو از پخته و پشم حیوانات آماده میکنیم. بله. از پرنده ها چی؟ از پرنده ها بالشت میکنن. چرا از اون رشته میکنن؟ یعنی شما در این باره معلومات دارید؟ بله. ولی من میگویم که از پخته و پشم حیوانات نیست. شما به اندیشه من راضی نیستید؟ نه. خوب، من دیگر شما رو کنجکاو نمیکنم. با چند خل واگذاری میکنید؟ با 10 خل. با 10 خل واگذاری میکنیم. یعنی شما باوری دارید؟ بله. پس با دقت باشید، من پاسخ این سوال رو میخونم. رشته اشیای نهایت باریک و دراز می باشد. رشته را از نخ محصولات های گوناگون به مثال پخته، پشم حیوانات، ابریشم و دیگر اشیاها می رسند. از رشته باشد متاهای گوناگون و رسمان ها تیار می کنند. بعضی نخ ها طبیعی می شوند، زیرا آنها از رستنی های طبیعت، پخته، پشم حیوانات تیار می نمایند. نوعهای دیگری نخ را صنعی می گویند، یعنی آن نخها را از اشیاهای گوناگون غیر طبیعی تیار می کنند. باز هم آفرین بر شما، پاسخ نوبتی شما نیز درست است. خوب، با دقت باشید. حالا شما صاحب 25 خل می باشید. اگر به سوالهای در پیش بوده ما باز هم پاسخهای درست دهید، فکر میکنم خلهای شما تا رفت زیاد میشوند. سوال 4 را پیشنهاد میکنم. کدام پرنده رمز صلح را افاده میکند؟ واریانت ا کبک، واریانت ب طاووس، واریانت و کبوتر و نهایت واریانت گ هدهد. خوب، با هم مشورت میکنیم. رابط پروفسور، یک بار دیگه سوالتون رو پیشنهاد میکردید. خوب، با دقت باشید. کدام پرنده رمز صلح را افاده میکند؟ واریانت ا کبک، واریانت ب طاووس، واریانت و کبوتر و نهایت واریانت گ هدهد. رابط پروفسور، ما به خلاصه آمدیم که پاسخ جواب شما را، پاسخ سوال شما را به جوابش واریانت و کبوتر. کبک چی؟ نه. طاووس چی؟ طاووس این در
این پرنده هندوستان است. چرا باید چه خیلی هندوستان در باغ‌های ما نیز طاووس دیده می شود. در کشور ما نیز هست. طاووس زادگاه است. هندوستان می باشد. پس به اندیشه شما طاووس نیست، نه. یعنی کبوتر است. بله. زلیخا و فردوس با چند خل بهاگذاری میکنید این به 10. پاسخ؟ باز هم به 10. بله. خوب، اگر چنین باشد با دقت باشید. من پاسخ این سوال را میخونم. کبوتر پرنده است که به همه معلوم است. آن هم نوع صحرایی و هم نوع خانگی دارد. کبوتران که بیشترشان رنگ سفید دارند از قدیم الایام همچون رمز صلح و ثبات و پاکیزگی شمریده می شوند. در زمانهای پیش کبوتران وظیفه خطبری را اجرا می نمودند، یعنی از یک مکان به دیگر مکان مکتوبها را برده می رساندند. آفرین به شما، پاسخ نوبتی شما نیز درست است. خب، من به هر دوی شما آفرین میگویم. شما توانستید که در شرط اول برنامه با هم یابیم صاحب 35 خال گردید. حالا همه سوالهایی برای شرط اول به پایان رسیدند و اگر شما آماده باشید میگذاریم به شرط دوم برنامه تلویزیونی با هم میابیم. خوب، شرط دوم برنامه ما درست و یا نادرست. یعنی در این شرط ما برای شما دلیل ها رو پیشنهاد میکنیم و شما درست و یا نادرست بودن آنها رو برای ما میگویید. راضی هستید؟ بله. خوب، اگر چنین باشد دلیل اول رو میخونم. رنگ آسمان کبود است. آیا این دلیل درست است یا نادرست؟ این سوال درست است. یعنی به اندیشه شما رنگ آسمان کبود است. بله. ولی من میگویم که رنگ آسمان سفید است. نه. یعنی شما از زمین مشاهده میکنید که آسمان کبود است و این را خلاصه کرده اید. نه. در کوچه ها ما میبینیم آسمان کبود میباشد. در ابر. دامن‌ها من میبرایم و به آسمان میبینم آسمان کمی سفید است و کمی کبود. پس به اندیشه شما رنگ آسمان کبود است. بله. شما این را تخمین میکنید یا از مشاهده هایتون میگویید؟ نه، از مشاهده های ما. خوب، به چند خال بهاگذاری میکنید؟ به 10 خال. به 10 خال یعنی بهاگذاری میکنید. بله. پس با دقت باشید. من پاسخ این دلیل را میخونم. این دلیل نادرست است. در روزهایی که هوا صاف است آسمان به نظر ما کبود می نماید، ولی در اصل آسمان رنگی معین ندارد. وقتی شعاعهای آفتاب به اتمسفر می رسد یک قسم گرد و خاک و بوق آب این رنگ ها را پراکنده می کنند. از بس که رنگ کبود خوب در گوشه و کنار اتمسفر پراکنده می شود رنگ آسمان به نظر ما کبود می نماید. متاسفانه این پاسخ شما نادرست است. خوب، راه افتاده نمی شویم زیرا شرط های برنامه با هم یابیم حالا در پیش است. خوب، دلیل دوم را پیشنهاد میکنم. شکل ذره‌چه های برف به هم مانند می باشند. آیا این دلیل درست است یا نادرست؟ این دلیل نادرست می باشد. یعنی ذره‌چه های برف به هم مانند نیستند؟ نه. چه خیلی مانند نیستند؟ 6 کنج دارند اما دیگه خیرند. ذره‌چه های برف به هم دیگر مانند نیستند، یک خیلن نیستند و آنها چند نمود دارند. خب زلیخا، شما چی میگید؟ من هم به عقیده فردوس راضی هستم. یعنی به اندیشه شما نیز ذره‌چه های برف از همدیگر فرق میکنند؟ بله. یعنی باوری دارید؟ باوری کامل داریم. خب اگر چنین باشد بعد چند خال بهاگذاری میکنید پاسخی خود را؟ به 10 خال. باز هم به 10 خال. بله. خب من دیگر چیزی نمیگویم.
پاسخ این دلیل را میخوانم. این دلیل نادرست است. برف از ذره‌چه های یخ کرده آب به وجود آمده است. آنها نیز مثل باران از ابر میبرایند، اما شکل برف و باران مانند نیست. باران از دانه های خرد و کلان آب، برف باشد از یخپاره های تنک و به هم چسبیده عبارت است. اگر شما دانه برف را از نزدیک مشاهده کنید، میبینید که آن شکل های عجیبی نهایت زیبا دارد و به ستارچه 5 و یا 6 کنجه مانند است. دو ذره عیناً به یکدیگر مانند را یافتن خیلی مشکل است. یعنی دو ذره‌چه به همدیگر عیناً مانند در طبیعت وجود ندارد. آفرین به شما، این پاسخ شما نیز کاملا درست است. خب شما درباره موضع‌های تاریخی تاجیکستان معلومات دارید؟ بله. کدام موضع را میدونید؟ قلعه حصار، قلعه هلبوک و غیره. خب سوال نوبتی ما نیز وابسته به همین است. انیق‌تر از دلیل نوبتی با دقت باشید. قلعه موغ در شهر پنجکین جایگیر است. آیا این دلیل درست است یا نادرست؟ به نظر ما جوابش نادرست است. چرا نادرست است؟ قلعه موغ در شهر استرافشان جایگیر می باشد. در شهر پنجکین کدام یادگاری است؟ در شهر پنجکین باشد سرازم جایگیر است. یعنی به اندیشه شما این دلیل نادرست است. قلعه موغ در پنجکین جایگیر نیست. بله. یعنی علاقه معلومات دارید. بله. پس به چند خود بهاگذاری میکنید؟ بده. خب اگر چنین باشد من پاسخ این دلیل را میخونم. این دلیل نادرست است. قلعه موغ در شهر استرافشان جایگیر است. آن یکی از یادگاری های بزرگ فرهنگ قدیمه اجدادی تاجیکان می باشد. عالمان پیدایش آن را به عصر 5 تا میلاد ربط می دهند. این قلعه جزئیات های قدیمه بهترین با سبک ملی معماری شده را افاده می کند. قلعه در بلندی 1040 متر از سطح بحر جایگیر بوده. درازی دیوارهای آن 600 متر و میدان عمومی آن 6 هکتار را تشکیل می دهد. این مکان تاریخی خیلی زیبا و تماشابا بوده. برای سیر و سیاحت موضع جالب دقت سیاحان می باشد. آفرین به شما، پاسخ شما درست است. من برای شما آفرین میگویم. حالا شماره عمومی خالهای شما به 55 عدد رسیدند. اکنون میگذاریم به دلیل آخران شرط دوم برنامه با هم میابه. با دقت باشید. سنگ ها افزایش میابند. این دلیل درست است یا نادرست؟ این پاسخی، این جوابی ما درست است. یعنی به اندیشه شما سنگ ها افزایش میابند. بله. اگر شما یک سنگ را بگیرید و در خانه‌تون بگذارید، بعد از چند سال آن کلان می شود؟ نه. پس چی خیلی افزایش میافته است؟ خب بار دیگر اندیشه کنید. سنگ ها افزایش میابند. آیا این دلیل درست است یا نادرست؟ بله، این درست است. یعنی به اندیشه شما سنگ ها کلان می شوند؟ بله. نه، کلان نمیشن. از کلان بودهشون خورد میشن. راستی من نمیدونم پاسخ کدام شما را قبول کنم. زلیخا میگوید که افزایش میابند. فردوس میگوید که نه، افزایش نمیابند. یعنی از اندیشه خود گشتید. بله. روی آن که
این رستنی افزایش می‌یابد اما سنگ نیست. سنگ کلان هم باشد عاقبت خورد میشود. یعنی سنگ ها افزایش نمی‌یابند. نه. این دلیل نادرست است. نادرست. خب بچه خود با بگذاری میکنید. به 10 خو. باز هم به 10 خو. بله. بله. اگر چنین است من پاسخ این دلیل را میخوانم. این دلیل نادرست است. سنگ ها موجودات زنده نیستند. آنها جسم های بیجانند. جسم های بیجان افزایش نمی‌یابند. از همین سبب سنگ ها توسط شکستن و ریزه شدن به جسم های دیگر تبدیل می‌یابند. مثلا سنگ های داخل کل دریاها هموار می باشند چون که جریان آب آنها را در دوام سالهای زیاد سفته می کند. آفرین به شما، پاسخ نوبتی شما نیز درست است. در اینجا دو شرط اول برنامه با هم میابیم الکی انجام یافتند و شما توانستید که صاحب 65 خال گردید. حالا در پیش ما را تنها یک شرط دیگر، شرط سیوم برنامه با هم میابیم انتظار است. آماده اید که به شرط سیوم گذاریم؟ پس میگذاریم به شرط سیوم برنامه تلویزیونی با هم میابیم. در شرط سیوم برنامه ما برای شما دو سفارش پیشنهاد میکنیم. در سفارش اول ما برای شما 10 کلمه پیشنهاد میکنیم و شما حرف های نبوده رو در کلمه ها گذاشته آنها رو پوره میسازید. فهموست؟ بله. ما برای شما 1 دقیقه وقت میدهیم و اگر شما در مدت 1 دقیقه چند کلمه ما رو که پوره ساختید، برای هر یک کلمه 1 تایی خال میگیرید. در اینجا 10 تا کلمه پیشنهاد شده است. با اشاره من آغاز میکنیم. خب رفتیم. خانه، آسمان، استراحت، دهه، بله. برف بازی، برف بازی نیست. خرگوش، بله خرگوش هست. برف ریزه، بله برف ریزه. استراحت، الکی گفتید. ترکستان، نه ترکستان نیست. کوهستان، بله کوهستان هست. وقتی شما به انجام رسید من برای شما احسن و آفرین میگویم. شما توانستید که در مدت 1 دقیقه 7 کلمه رو با حرف ها پوره سازید. آنها کلمه های خانه، کوهستان، خرگوش، برف ریزه، آسمان، دهه و استراحت بودند. 3 کلمه که شما نتوانستید آنها رو پوره سازید کلمه های زمین، سرد و شمال بودند. راه افتاده نشوید. شما صاحب 7 خال گردیدید و حالا شماره عمومی خالهای شما برابر شدند به 72 عدد. آفرین. اکنون ما میگذاریم به سفارش دوم شرط آخران برنامه با هم میابیم. در این شرط برای شما ما 2 رسم پیشنهاد میکنیم و شما از این رسم ها فرقیت ها رو میابید. انیقترش 5 فرقیت اساسی در این رسم ها موجود میباشد و شما برای هر یک فرقیت 2 خالی میگیرید. تنها برای شما 1 دقیقه وقت داده میشود. خب مرحمت. در یک جا ماهی دیگر خل هست و در کنج رسم یک گل نارنجی هست و در دیگرش نیست. در اینجا در بری سنگ ستاره بحری 1 تایش هست و 1 تا دیگرش نیست. بله الکی 3 تا. و در تگ ماهی در بری سبزه ها اسبی
اسبی آبی است و در اینش دیگرش نیست. نیست. بله اسپک. الکی 4 تا شد. در اینجا در پیش خرچنگ در اینش 2 تا و یا در اینش 3 تا است. بله. در پیش خرچنگ 2 تا سنگ است و در پایانش 1 تا. در این رسمش باشد نیست. یعنی 1 تا سنگ زیاد است. بله. وقتی شما به انجام رسید من به شما آفرین میگویم. شما توانستید در مدت 1 دقیقه همه فعالیت ها را در رسم ها یابید. این از زیرکی و دانایی شما شهادت میدهد. حالا من خالهای شما را در عموم شمردم. شما در عموم صاحب 82 خال گردیدید. این شماره خیلی خوب است. اینجا همه شرط‌های برنامه با هم می‌یابیم انجام یافتند. خوب زلیخا، وابسته به برنامه امروزه چی اندیشه دارید؟ در اینجا همه سوال‌ها خیلی خوب بودند و ما چیزهایی که نمی‌دونستیم الکی به خود گرفتیم و با همه این شبکه بهارستان تشکر میگویم که چنین برنامه ها رو برای ما پیشکش کردند، برای ما کودکان نورسان پیشکش نمودند و ما از اینکه به این برنامه آمدیم خیلی شاد هستیم. سلامت باشید. کدام سوال برای شما عجیب بود؟ برای ما همین سنگ ها افزایش میکند یا نه؟ یعنی این برای شما جالب بود؟ بله. خوب فیردوس، شما چی اندیشه دارید؟ با من هم همین سوال خیلی عجیب بود که چرا سنگ ها افزایش میتوانند یابند. یعنی برای شما این جالب بود؟ بله. فکر میکنم شما از این پس همین گونه کنجکاو و زیرک میشوید. سلامت باشید. آفرین. فکر میکنم که همین زیرکی و خوب تحصیل کردن شما در مکتب بود که امروز صاحب خالهای خوب در برنامه تلویزیونی با هم میوبیم گردیدید. و همسالان خود چی توصیه میدهید؟ من به همسالان خود توصیه میدهم که بیشتر کتاب ها رو خوانند و به درس ها تیار شوند که در چنین برنامه ها اشتراک نمایند. سلامت باشید. من به شما احسن و آفرین میگویم. بینندگان گرامی، یادرس میشوم که در برنامه امروزه ما 2 نفر خواننده فعال زلیخا خدایقلوه و فردوس یارخانو اشتراک کردند. برای تشریفتون به تلویزیون بهارستان و اشتراک در برنامه با هم میوبیم به شما اظهار سپاس مینمایم. رحمت. بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان، اینجا برنامه نوبتی با هم میوبیم انجام مییابد. من رابط پروفسور باز میروم به جستجوی سوالهای نوبتی. برنامه‌های من بعد ما رو انتظار باشید. خیر، با تلویزیون بهارستان بمانید.